بوداپست مرکز کشور هنگری شهر باستانی است که قدمت آن به قرنها قبل برمیگردد. این شهر با بازسازی و حفظ بناهای قدیمی چهره فرهنگی و تاریخی خود را حفظ کرده است. این تلاش ها باعث شده تا بوداپست به یکی از مقاصد محبوب گردشگری در اروپا تبدیل شود. مهران عباسیان گزارش می‌دهد. بوداپست، پایتخت تاریخی مجارستان. اینجا از سال 1987 به عنوان یکی از سایت‌های میراث جهانی یونسکو شناخته شده است. این شهر ابتدا به دلیل سواحل زیبای دانوب و محله قلعه بودا در این فهرست قرار گرفت. اما در سال 2002 با اضافه شدن خیابان مجلل آندراسی و میدان قهرمانان ارزش فرهنگی و تاریخی بیشتری پیدا کرد. Budapest az a világ egyik legszebb városa, tehát hogy és most ezt bármiféle elfogultság nélkül mondom, hogy tényleg بوداپست یکی از زیباترین شهرهای جهانه و این رو بدون تعصب میگم. میتوانم بگم که این شهر توانایی رقابت با نیویورک، لندن، پاریس یا هر شهر دیگری رو در جهان داره. زیرا بوداپست یک شهر فرهنگیه. این شهر سنت‌های خودش رو حفظ کرده و ساخت و سازهای جدید خط و افق رو تخریب نکرده. حفظ اصالت و هویت شهری برای بوداپست اهمیت بسیاری داره. این شهر به خاطر پل‌های نمادین خود که دو سوی شهر را به هم متصل می‌کنند و معماری باروک و قرون وسطایی یکی از گنجینه‌های تاریخی مهم به حساب می‌آید. با وجود تخریب‌های فراوان در طول تاریخ، از جمله در دوره عثمانی‌ها و جنگ جهانی دوم، بوداپست توانسته است بخش‌های مهمی از میراث خود را حفظ کند. من فکر می‌کنم اونچه که به این شهر اضافه شده اقامتگاه‌های اونه. بدون مجارها این شهر نمیتونست بهبود پیدا کنه و قدرت خودش رو به دست بیاره. با وجود گذشته وحشتناکی که داریم، ما همواره به پایداری خود متعهد بودیم و این پایداری به توسعه این شهر کمک کرده. بوداپست با حفظ سنت‌ها و فرهنگ خود و در عین حال بازسازی بناهای تاریخی یکی از زیباترین شهرهای جهان باقی مانده و همچنان هر سال گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. مهران عباسیان.